یک نکته مهم در این عملیات، در عملیات عاشورای 4، شرکت فعال عشایر مسلمان و رزمنده عراقی بود که با راهنمایی‌هاشون که در راه‌های پلپیچ خم هورالعظیم کمک می‌کردن و همچنین با شرکت در عملیات توانستن نقش مهمی رو ایفا کنن و این عشایر همه عشایر عراق رو، عشایر دجله و فرات رو دعوت میکنن که با پیوستن به نیروهای حق. همه اینها نتیجه درایت و قدرت فرماندهی اسماعیل بود. فرماندهی که بر قلب افرادش فرماندهی میکرد و انسش با قرآن مشهود بود. متواضع بود، صبور بود، سخی بود. اینها خصوصیات اسماعیل بود. اسماعیلی که 28 دیماه 65 در کوران عملیات کربلای 5 برای انجام مأموریت شناسایی جلو رفت و وقتی موشک هواپیماهای عراقی کنارش به زمین نشست، روحش به آسمان پر